در شب و روزی داغ شدن بحثی عوض کردن شناسنامه برای ثبت نام سیم کارت یکی از شرکت‌های موبیلی می‌خواهد صداقت مشتریانش را قدر کند. شرکت تیسل با ارسال پیامک به مشتریان خبر داده است که 120 سومانی برای شناسنامه نو صرف کردهشان را به آنها برمیگرداند. مسئولین شرکت تیسل میگویند این مبلغ در شکل نقد به مشتری پیشنهاد نمی شود. آن به گونه نقدی پول برگردانیده نمی شود. آن هر ماه در طول چند ماه شاید تا 6 ماه مثلا به طور مثال هر ماه به گونه 20 سومانی برگردانیده می شود و مشتری امکان دارد که این 20 سومانی یا مبلغ معینی که به او برگردانیده می شود برای اینترنت، برای گفتگوی تلفنی و برای دیگر امور در شبکه‌های اجتماعی صرف. پیام شرکت اکثر مشتریان علاقه موبیلی را که این شب و روز در تشویش گرفتن شناسنامه و دیگر باره ثبت نام کردن رقم تلفن خود هستند در حیرت گذاشته است. پاسپورت پول شدیان که هم یاردم کلونه. چند سوم صرف کردش ما برای پاسپورت؟ هم اشتراف سپرده 94 سوم وای بانک دست برده. 156 سوم شد همه قشد. خیلی ها ندارن شرایطی که نه ممکن پاسپورتی وای کردن با حساب با پاسپورت الکترونی میکنن اونو دقیق نه مثلا ندارن یا اولی که 10-11 نفر هم وای خیلی میکنن برای این امکانیت برای هم وای کارشناسان میگویند اقدام کمک به مشتریان از یک طرف البته یک راه ترغیب شرکت است و از طرف دیگر هم برای حفظ شمار مشتریان مساعدت میکند. مثلا من خودم شخصی که از ساعت 9 صبح تا 11 شب کار میکنم خیلی دشوار است که وقت یافته و نوبت ایستاده پاسپورت گیریم بعدا سیم کارتمان را دوباره ثبت کنیم. باز در اینجا وقت برای پر کردن کاغذ و دیگر حجت ها می رود. این البته برای مردم مشکلی کلان است. با یک دستور حکومت تاجیکستان که ماه فوریه سال 2019 رسانه‌ای گشت، نامنویسی دیگر باره شماره‌های مشتریان شرکت‌های تلفنی باید تا 16 اوگوست به پایان رسد. شرکت‌های موبیلی میگویند تا امروز نزدیک به 2 میلیون سیم کارت را با شناسنامه نو به قید گرفتند. باز باید بیش از 3 میلیون سیم کارت دیگر دوباره ثبت نام شود. معلوم نیست فرصتی باقی مانده خواهد رسید یا نه، اما مسئولین خدمات علاقه و هم وزارت کارهای داخله اخیراً از احتمالیت تمدید شدن مهلت ثبت نام دیگر باره سیم کارت ها با شناسنامه نو خبر دادند. زرنگیز نوروز شاه، شادمانی یتیم، آزادی.